شبكة الأمجاد الإسلامية تقدم هبت كالريح 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 قوية، شبت كالنار 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 وضية. هبت كالريح 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 قوية، شبت كالنار 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 وضية. سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية، سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية. أهلا أهلا قافلتي يا قافلة المهنية. هبت كالريح 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 قوية، شبت كالنار 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 وضية. هبت كالريح 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 قوية، شبت كالنار 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 وضية. سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية، سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية. أهلا أهلا قافلتي يا قافلة المهنية. هيا جيل المستقبل نسعى ونجد ونعمل، نرقى دوما للأفضل دون العليا لا نقبل. هيا جيل المستقبل نسعى ونجد ونعمل، نرقى دوما للأفضل دون العليا لا نقبل. أهلا أهلا قافلتي أهلا أهلا قافلتي أهلا أهلا قافلتي يا قافلة المهنية. كالريح قوية، شبت كالنار 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 وضية. هبت كالريح 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 قوية، شبت كالنار 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 وضية. سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية، سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية. أهلا أهلا قافلتي يا قافلة المهنية. سيروا يا صحبي حتى نتعلم مهنا شتى، سيروا يا صحبي حتى نتعلم مهنا شتى. نتقن 5 أو 6 ونعول أخا أو أختا، نتقن 5 أو 6 ونعول أخا أو أختا. أهلا أهلا قافلتي أهلا أهلا قافلتي أهلا أهلا قافلتي. كالريح قوية، شبت كالنار 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 وضية. هبت كالريح 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 قوية، شبت كالنار 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 وضية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحیم. برادران ارجمند، جوانان زیبای مردم اوراتیفا، اولا همگی شما را با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان که بوی رمضان در دماغ ما و شما رسیده استاد است تبریک و تهنیت گفته
از پروردگار مهربان تمنا و التجا میکنیم که خداوندا همگی ما و شما را به ماه مبارک رمضان برساند و طاعت ماه مبارک رمضان را خداوند جل و علا برای ما و شما میسر بگرداند. و در ماه مبارک رمضان که نزول قرآن است، در وی شب است که الله سبحانه و تعالی در اون شب قرآن فرود آورده است. خداوند جل و علا طاعت او شب نصیب و روزی ما و شما بگرداند. برای هر یک فرد مسلمان معلوم است که باید ما و شما آرزوی ماه مبارک رمضان را بکنیم و رمضان به مثل که در روایت ها آمده است که به مثل 12 برادر حضرت یوسف علیه السلام که فرزندای حضرت یعقوب علیه السلام، در میانه 12 برادر حضرت یوسف نور داشت. حضرت یوسف علیه السلام زیبا بود. در میانه 12 ماه هم ماه مبارک رمضان زیباترین ماه است. افسوس، صد افسوس، چی میگویم که مردم تاجیکستان ما ماه مبارک رمضان از پیش آمده ایستاده است. همگیمان خاموش هستیم و پروا نداریم. بعضی عیدهایی که عموما در اسلام یعنی شأن و شرف ندارند، موافق شریعت یگان مرتبه ندارند، اون عیدها را ما پیشگی چی کار میکنیم؟ با خلپوشک زنک و در خانه هامان یعنی دیگر چی ها را آویزان کرده و یک کارهای به معنی غیر شرعی را میکنیم. لکن از پیش ماه مبارک رمضان است. اکثر مادران و اکثر پدران نمیدانند و اکثر جوانان، اکثر دختران، خواهران نمیدانند که اندک پس ماه مبارک رمضان است. یا اینکه بعضی ماهایی که از طرف جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یگان حدیث برای مرتبهشان نآمده است، به مثل ماه رجب که مردم تاجیکستان ما ماه رجب قید میکنند، مالها میکشند، با وجودی که یگان حدیث صحیح از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم برای مرتبه ماه رجب ثابت نیست. برای همین سبب برادران ارجمند، فخر ما ماه رمضان است، برای که قرآن عظیم و شان در این ماه فرود آمده است. پروردگار جل و علا عبادت ماه مبارک رمضان را برای ما و شما مشرف بگرداند. و بعدتر هر فرد مسلمان، هر مهمان خالد میداند که بابای خالد توی عقیقه دارد، پسرش عقیقه میکند. خب طبق فرموده جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، خوشا به حال پدر، خوشا به حال پدری که برای پسرش عقیقه میکند. جوانان عزیز، عقیقه سنت جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. عایشه مادرمان روایت میکند و عن عایشه رضی الله تعالی عنها قال رسول الله صلی الله علیه و سلم عن الغلام شاتان و عن الجاریه شاتان. عایشه رضی الله تعالی عنها میگوید که برای عقیقه کردنی که وقتی که خداوند مهربان برای ما و شما پسر میدهد، 2 تا گوسفند باید عقیقه بکنیم، برای دختر 1 گوسفند عقیقه بکنیم. اگر کسی سوال میکند که در کدام روز باید عقیقه بکنیم، در دیگر حدیث آمده است و قال النبی صلی الله علیه و سلم كل غلام رهینه بعقیقته تذبح عنه یوم السابع و یحلق رأسه و یسمى. پیغمبر گرامی اسلام میگوید که هر پسر، هر فرزند مرهون است، محبوس است. پدر برای یعنی پسر برای پدر. امام احمد حنبل میگوید که کل غلام رهینتون معناش همین است، همین میشود که یعنی پسر برای پدر یاری داده نمیتواند مگر پدری که برای فرزندش عقیقه کرده باشد. در روز هفتم مال کشته می شود، برای پسر 2 گوسفند کشته می شود و موی سرش را تراشیده می شود، با وزن موی سرش طلا یا نقره صدقات کرده می شود و او را نام زیبا مانده می شود. متاسفانه بعضی پدران امروز در روز هفتم میگوی که برادر یعنی برای عقیقه فرزند بکن
صدها بهانه میکند که من شرایط ندارم. وقتی که یک سال میگذرد میبینی که گاو میکشد، میبینی که هزارها مردم را دعوت میکند، لکن سنت جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پایمال شده برای سنت زنده کردن، یعنی حرکت و کوشش نمیکند و بهانه های زیاد میکاود. برای همین سبب ما از پروردگار میخواهیم و یعنی دعا میکنیم در حق برادرامون که به مثل خالد دیگر برادران برای سنت احیا کردن نصیب و روزشان بگرداند. و بعدا جوانان عزیز، خداوند ما و شما را همگی مانه پروردگار جل و علا گناهمان را عفو بگرداند و ما و شما را در راه شریعت استوار بگرداند و دوستی محبت ما و شما را پروردگار زیادتر بگرداند. من میدانم که جوانای مردم راتپه خیلی جوانای زیبا هستند، با ناموس هستند. انشاءالله آینده مردمی ما و شما کارگراش همش جوانا هستند. باید هم حکومت هم ما امید داریم که آینده ما شما هستید. اگر شما مسلمانی کامل شوید پیشرفت می شود، خدا برکت می دهد. برای این سبب برای پیشرفت چی لازم است؟ دوستی لازم است. جوانان عزیز، باید در بین مسلمانان دوستی در کار، دوستی و محبت، یکدیگر را باید ما و شما دوست بداریم. یکدیگر را باید ما و شما یعنی چی نکنیم؟ تحقیر و طعنه نکنیم، بلکه یکدیگر را ما و شما دوست بداریم. خداوند مهربان ما و شما را که علم داده است برای تبلیغ، برای رساندن حکم الله، برای رساندن حکم پیغمبرش از ما و شما گفتن. اگر که ما و شما گفتیم او هدایت کردن از جانب الله سبحانه و تعالی است. ما و شما میگوییم و دعا میکنیم از خداوند، طلب میکنیم که برادرای ما و شما را خداوند جل و علا چیکار بکند؟ یعنی هدایت بکند. موضوع امروزه من با شما صحبت کردن درباره دو چیز است، یعنی اخوت، برادری و محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم. زندگی ما و شما هم برای محبت رسول است. والله سوگند به نام الله، اگر کسی که سرمشق خودش را، زندگی خودش را به محبت رسول اکرم صرف نکند، حیاتش بیفایده میگذرد. اگر کسی پیرو جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نشود، در آخر پشیمان می شود. همچنان که در کتاب ها امام غزالی رحمت الله علیه زیاده از 400 کتاب تصنیف کرده است، اون بسیار در علم کلام، در علم فلسفه فرو رفته بود. در آخر حیاتش صحیح بخاری را در بالای سینه‌اش گرفته جان داده میگفت که من خطا کردم، راه رسول انا این صحیح بخاری بود است. کسی که اگر سنت جناب رسول اکرم را دوست ندارد، زندگیش بی معنی است، زندگیش یگان فایده ندارد. خواه ملا باشد، خواه معصوم باشد، خواه کسی نباشد، حیات ما باید به خاطر راه رسول باشد. باید ما و شما دو چیز داشته باشیم، اخلاصی در عمل و راه جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. خداوند مهربان در آیتی که خواندم در سوره حجرات میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما المؤمنون اخوة. الله سبحانه و تعالی ما و شما را خطاب میکند. مؤمنان نیستند مگر برادر یکدیگر هستند. مؤمن ها برادر یکدیگر هستند، به مثل یک نفس. این برادری را از کجا ما یافتیم؟ این رابطه را ما و شما از کجا یافتیم؟ از یک چیز، از اسلام. وقتی که ما و شما مسلمان هستیم یکدیگر را ما دوست می‌داریم. انما المؤمنون اخوة. برادران، مسلمانان برادری یکدیگر هستند. در کره زمین مسلمانان الله سبحانه و تعالی میگه که شما برادر هستید، یکدیگرتان دوست بدارید. و خب انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم. شما بین یکدیگر اصلاح بجویید، اصلاح کنید، در بین یکدیگر کینه و کدرت نه اندازید، بلکه یکدیگر را دوست بدارید. نمانید که در میانه شما شیطان علیه لعنه رحمه کند و در بین شما کینه و کدرت چکار کند؟ اندازد. فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله. الله سبحانه و تعالی باز میگوید شما از خدا بترسید، امر خدا را بجا بیارید، نهی کردگیش چیکار بکنید؟ پرهیز بکنید. لعلکم ترحمون، تا اینکه شما را الله سبحانه و تعالی رحم بکند. قومای عزیز، جوانان محترم، الله سبحانه و تعالی تقوا را دوست می‌دارد. در هر جای قرآن واتقوا الله، در هر جای قرآن تقوا را آورده است.
این اکرمکم عند الله اتقاکم. الله سبحانه و تعالی میگه بهترین شمایان، خوبترین شمایان، مرتبه بلند شمایان در پیش من تقوادار شما است. نگفت اغناکم، اقواکم، قویترین شما نگفت، اعلم شما نگفت، صوفی شما نگفت، بلکه اتقاکم گفت، تقوادار شما. تقواگر چی کس است؟ تقواگر کسی است که امر الله را بجا میارد، امر پیغمبر را بجا میارد در پیشگاه الله سبحانه و تعالی. یعنی چی میشد؟ یعنی مرتبه و منزلت دار میشود. الله سبحانه و تعالی ما و شما را به سوی یکدیگر دوست داشتن، به سوی یکدیگر حرمت عزت داشتن دعوت میکند. در دوامش الله سبحانه و تعالی میفرماید یا ایها الذین آمنوا. یک چیز را باید شما فراموش نکنید. در حدیث صحیح آمده است وعن عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذره من کبر. پیغمبر گرامی اسلام شاگرد پیغمبر خدا حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه میگوید که من از زبان زیبای پیغمبر شنیدم میگفت که داخل جنت نمی شود هر کسی که در دلش ذره کبر داشته باشد. صحابه کرام نشسته بودند. فقال رجل یا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. یا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرد دوست می‌دارد لباسش زیبا باشد، طفلش زیبا باشد. آیا همین کبر است؟ آیا همین تکبر است؟ جناب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم گفت ان الله جمیل یحب الجمال. الله زیبا است، زیباگی را دوست می‌دارد. خب چی گفت پیغمبر خدا در دوامش؟ الله زیباست، زیباگی را دوست می‌دارد. الکبر کبر پیغمبر خدا صلوات الله علیه گفت الکبر بطر الحق و غمط الناس. رواه مسلمون. کبر پیغمبر خدا یک سخن زیبا قطع فهمان. کبر یعنی چی است؟ بطر الحق، پوشاندن حق است. حق که پوشاندی تو تکبر هستی. این حدیث برای عواما نمیگم، این حدیث ما برای صاحب علما میگم. کسی که چندین سال از قفای علم خواندن گشتن، حیاتشان گذراندن، 10 سال 15 سال 8 سال گذراندن، همین حدیث ها را خواندن، لکن امروز در زبانشان حق گفتن نمیپیچد. من نمیدانم برای چی حق نمیگفته باشن. انی را برای اونها میگم که پیغمبر گرامی اسلام یعنی معلمی بشریت، پیغمبری که خداوند جل و علا او را رحمتا للعالمین خوانده است. او چی میگه؟ الکبر بطر الحق. کبر پوشاندن حق است. هر مسلمانی که یعنی حق می پوشاند انوای متکبر است. او کسی که لباس زیبا می پوشد، او کسی که طفلی زیبا می پوشد، او کسی که خانه زیبا می اندازد برای فخر نیست، برای خودش است. اینا کبر نمیگن، لکن کبر شخصی را میگن، عالمی را میگن، یعنی پیشوای را میگن که حق میپوشاند. از منبر حق نمیگوید، نمیگه مردم. اینم سنت جناب رسول اکرم است، اینم پیغمبر خدا گفته است. کبر معرفی کرد از پیغمبر خدا بطر الحق یعنی حق پوشاندن و غمط الناس، مردم تحقیر کردن، مردم ناپسند کردن، مردم هیچ شماریدن نه. اینه چی گفته میشد؟ اینا کبر گفته میشود. برای این سبب الله سبحانه و تعالی در دوام آیه چی میگه؟ یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم. ای مردمان مسلمان، ای کسانی که شما دعوا میکنید مسلمان هستیم، این وقتی که جوانان عزیز الله سبحانه و تعالی میگه که یا ایها الذین آمنوا خطاب خاص می شود، یا ایها الناس خطاب عام است، یا ایها الذین آمنوا خطاب خاص است، خطاب به سوی مؤمنان میکند. خداوند ما و شما را از جمله مؤمنان مخلص بگرداند، نشود که ما و شما را از جمله دروغگویان بگرداند که سخنمان بر رفتارمان راست نآید. برای این سبب الله سبحانه و تعالی خطاب میکند یا ایها الذین آمنوا، ای مردمان مسلمان، ای کسانی که شما میگویید که الله یگانه است، الله آسمان آفرید، زمین آفرید. شما فراموش نکنید جوانان عزیز، مشرکین مکه در توحید ربوبیت شریک نداشتند، در توحید ربوبیت شریک نداشتند. هر مشرکی که میپرسیدی آسمان کی آفرید،
زمین کی آفرید؟ آنها میگفتند الله آفریده است. امروز همه مردم تاجیکستان ما اینا میداند که زمین کی آفرید؟ الله. آسمان کی آفرید؟ الله. لکن مشرکین مکه در توحید الوهیت می‌لغزیدند، یعنی نعوذ بالله بت‌ها را شریک الله می‌گرداندند. امروز متاسفانه در جامعه تاجیکستان ما هست مردمانی که به مثل مشرکین در بری الله شریک میارند، بالای مزار رفته از مزار مدد طلب میکنند. یگان فرقیت از مشرکین مکه ندارند اگر مردمی که همین رفتار داشته باشند. نعوذ بالله از مزار مدد طلب کردن حرام است. مزار یگان کار اجرا کرده نمیتواند. مزار پوسیده بر وقت رفتگی است، از دست و یگان مدد نمی آید. جوانان عزیز، این عقیده شرک است، عقیده باطل است. باید ما شما ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا ایها الذین آمنو گفتیم انا اینا داخل میشه. کی داخل میشه؟ کسی که عقیده صحیح دارد، بغیر الله مددش از کسی طلب نمی کند، بغیر الله خواستش از کسی طلب نمی کند. یا ایها الذین آمنو لا یسخر قوم من قوم، ای مرد مسلمان بعضی قوم بعضی برادر تا مسخره نکند، بعضی قوم مسخره نکند، تحقیر نکند. برای چی؟ عسى ان یکونوا خیرا منهم، شاید که دیگر مردم را یک گروه مردم تنقید میکند، تحقیر میکند، شاید که در پیشگاه الله از این کسی که تو مسخره میکنی او قدرش بلندتر باشد. ولا نساء من نساء، و نه زنها دیگر زنها را مسخره نکنند. شاید که این زنهایی که دیگر زنها را مسخره میکنند اونها قدرشان در پیشگاه الله بلند باشد. خداوند جل الله چی میگه در دوام آیه؟ ولا تلمزوا انفسکم. چقدر الله سبحانه و تعالی زیبا برای ما شما میگه ولا تلمزوا انفسکم. یک بار فکر بکنین الله سبحانه و تعالی چرا انفسکم میگه؟ برای انفسکم میگه که برادرای مسلمان همش یک چیز است. طعنه نزن نفست را، برادرت که طعنه زدی نفس خودت را یا طعنه زدی. ما یکدیگر همان یک هستیم. باید ما مسلمان ها به مثل یک جسد هستیم. اگر سر یک کس درد کرد تمام اعضاش درد می شود، دردمند می شود. باید یک برادر در مصیبت باشد ما هم در مصیبت باشیم، یک برادر خرسند باشد ما هم خرسند باشیم. افسوس صد افسوس امروز برعکس شده است. یک برادر در غم گرفتار شود بعضی ما خرسند می شوید. یک آدم اگر آبرو سیاتر شود ما غمگین می شویم. در خانمان خواب ما نمی برد، در سرمان در بارش ما فکر میکنیم که این برادر ماشین از کجا خرید، این جیپ از کجا خرید، این اتج از کجا انداخته. برادر تو چرا اینقدر ضد میشی؟ الله سبحانه و تعالی داده است اورا، تو چرا ضد میشی؟ برای این سبب الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ ولا تلمزوا انفسکم، طعنه برادرت نکن. ولا تنابزوا بالالقاب، بلقب‌های بد برادرت نخوان. برادرت بلقب‌های بد نگو که ای چشم کجله، ای گوش کجله، ای فلان، یعنی لقب‌های پس قدی چی نکن؟ فریاد نزن. بیس الاسم الفسوق بعد الایمان. آیا تو بعد از ایمان قبول کردی، ایمان کامل کردی، تو چرا یعنی اسم فسوق یعنی فاسقی را در خودت کسب میکنی؟ فاسقی برآمدن معنای فسق از طاعت الله و از طاعت رسول بیرون برآمدن فسق گفته میشد. برای این سبب الله سبحانه و تعالی ما و شما را قطعا من میسازد که ما و شما یکدیگرمان طعن نزنیم، ما و شما یکدیگرمان به لقب‌های بد فریاد نکنیم. یعنی بعضی مردم تحقیر نکند. من زیبا هستم تو زیبا نیستی، من بای هستم تو کم بغل هستی، من فلان هستم تو فلان هستی. این گپا همش گپای پوچ است. در روز قیامت در ترازوی اعمال زیبایی ما را نمیسنجد الله سبحانه و تعالی، بایی ما را نمیسنجد، بلکه تقوای ما را میسنجد. پیغمبر گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم میگوید ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا كما امركم الله. ای بندگان خداوند شما با یکدیگر برادر باشید، با یکدیگر کینه نورزید، از یکدیگر پشت نگردانید، با یکدیگر حسد نبرید. این کاری خوب نیست. الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ و من لم یتوب، اگر کسی از همین کارها از همین رفتارها توبه نکرد
فاولئک هم الظالمون. این ظالم هستند، اینها از حد تجاوز کردند. خب یا ایها الذین آمنو اجتنبوا کثیرا من الظن. الله سبحانه و تعالی میگه ای مردم مسلمان، شما در حق برادرت گمانی بد بودن بس کن. در حق برادرت گمانی بد نبر. برادرت برادری تو هست، در حق برادرت گمانی بد نبر. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. بعض گمانی تو، بعض فکری تو در حق برادر این گناه کبیر است. ولا تجسسوا. از قفای برادرت گناهش کافته نگرد. جوانان عزیز، امروز در جامعه ما و شما کسانی هست که از پگه میخیزد از قفای برادر تا بگه میگردد که ما چی کار کنم یک عیبش بیاوم. برادر چرا عیب خودمان نبینیم؟ چرا خاندان خودمان پر از عیب است؟ زنمان بعضش بی سطر، مادرمان بی سطر، دخترمان بی سطر، خاندانمان بی نماز، خودمان مسجد نمیریم، آنقدر طاعت نداریم، آنقدر توفیق نداریم. چرا ما گناه یکدیگر را جستجو بکنیم؟ الله چی میگه؟ ولا تجسسوا. گناه برادرت جستجو مکن. یک بار خودت فکر بکن از کی توبه کردی، یک بار خودت فکر بکن از کی تو از گناه بس کردی. قطعی زن بیگانه کی باز یعنی تو سلام کردن من کردی، یعنی قطعی زن بیگانه تو سلام نمی کنی، تو یعنی تو از خدا ترسیدی و دست کشیدی که یک بار در خودت تطبیق بوده بعد در برادرت. آیا ما فراموش کردیم؟ جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه اتق المحارم تکن اعبد الناس. ای امت اسلام، از حرام دست بکن بتونی مردم هستی. ورد الله تکن اعبد الناس. جناب رسول اکرم چقدر نصیحت زیبا میکند. اتق المحارم تکن اعبد الناس. تو تقوا کن، بترس از خداوند، دست به کار حرام نزن، بهترین مردم هستی. آیا برای خدا تر شدن همین این شرط نیست که تو فلان کارا بکنی؟ از خدا که ترس کار حرام دست نزن، دست به حرام که نزدی تو بهترین مردم میشوی. ورز بما قسم الله لك تکن اغنى الناس. اگر بایی میخواهی تو خودت نفس بای بگردان. هشت یعنی نفس در مال بیگانه حشد کشال نباشد، تو بای هستی. و احسن الی جارک تکن مؤمنا. با سوی همسایت نیکی بکن تو مؤمن میشوی. و احب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلما. اگر بخوای مسلمان کامل شوی دوست دار برای برادرت هر چیزی که برای خودت دوست می‌داری. تو دوست می‌داری که زن تا کسی تماشا نکند، دختر تا کسی تماشا نکند، عیب تو را در مردم نرساند. برای برادرتم همین را بخواه، برای برادرتم همین را چی نکن؟ یعنی راضی نبین. خب ولا تکثر من الذکر. خب بسیار نخند. فإن کثرة الذکر تمیت القلب. خنده بسیار دل تو را از ذکر میمیراند. برای همین سبب الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. ای بندگان مسلمان، برادر یکدیگرتان غیبت نکنید. ایحب احدکم ای یاکل لحم اخی میتا. آیا یکی از شما دوست می‌دارد برادرتان مردگی باشد، از حیات گذشته باشد، کنده گوشت و خوش پوستش دم بکشی، گوشتاشو بخوری؟ آیا دوست می‌داری؟ نه. فکرهتمو. گوشت برادرت خوردهش بد می‌بینی. وقتی که بد دیدی غیبت برادرت بس بکن. غیبت برادر گوشت و یعنی خونی برادرت خوردنی حساب است. واتقوا الله. از خدا بترسید. ان الله تواب رحیم. الله قبول توبه کننده است. برادر ارجمند، ما و شما امت پیغمبر خدا هستیم، ما و شما امت جناب رسول اکرم هستیم. الله سبحانه و تعالی برای پیغمبر و برای صحابه کرام چه خیلی یکدیگر محبت داشتن، چه خیلی صحابه کرام یکدیگر را دوست می داشتن. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم شان خبر داده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما منهم مغفرة وأجرا عظيما. در سوره فتح الله سبحانه و تعالی میگه محمد رسول الله است. کدام محمد؟ محمدی که الله فرستاد، پیغمبر آخر زمان،
محمدی که آخرا پیغمبر است، دیگر پیغمبر به دنیا نمی آید. حضرت عیسی علیه السلام می آید لکن در آخر دنیا، لکن در شریعت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم خدمت می کند، خدمت دین می برد. در دین خودش نه بلکه در شریعت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. محمد رسول الله است، محمد رسول الله است. الله می بیاد پیغمبرش معرفی می کند که ای بندگان من محمد رسول من است، محمد رسول من است. بفهمید در گوشاتان جای کنید که محمد کی بوده است. محمد رسول الله بوده است. محمد از پیش خودش محمد نشده است. این آبرو را از پیش خودش کسب نکرده است، الله آبرو داده است. محمد بهترین مخلوق الله خوانده است و او را برای ما و شما پیغمبر ساخته است. ما فخر میکنیم. با چی فخر میکنیم؟ در وقت ما و شما فخر میکنیم که رسول الله را دوست بداریم و سخنش قبول بسازیم. محمد رسول الله، محمد رسول الله است. والذین معه، کسانی که با همراه محمد است، شاگردانی که تربیت کرد جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. جوانان عزیز، چرا پیغمبر خدا با رفتار زیباش اینقدر 130,000 صحابی را تربیت کرد تا نیست؟ اینقدر رفتار زیبا داشت، حلم داشت، تواضع داشت، شکستگی داشت. محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم پیغمبر ما مردمی را تربیت کرد که این گروه بعضی مردم حیوان کار او را کردن نمیتونست. یگان حیوان به مثل بعضی اون مردم مشرک مکه این کار انجام داده نمیتوانست. قوم عزیز، بعضی مشرکین مکه دختراشون زنده به زنده میگراندن. پیغمبر خدا انمی خیلی مردم را تربیت کرد. یک صحابی و الله علم در تفسیر قرطبی جامع الاحکام در سوره اذا الشمس کورت و اذا الموءودة سئلت در ضمن همین آیت قصهش میکند. جامع الاحکام در مجلس جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مردی نشسته بود، از چشماش آب میرفت. رسول اکرم بعد از مجلس پرسید ای مرد چرا تو گریه میکنی؟ مرد چی گفت؟ گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم در زبانم نمیگردد که من این قصه را بکنم. گفت بکن چیکار کردی؟ رسول اکرم پیش آمد، در پیشش گفت یا رسول الله من اینقدر بدبخت هستم، من اینقدر خداوند دلی مرا سخت کرده بود است. گفت چی کار کردی؟ گفت 13 دختر ما زنده در غار انداختگیم، لکن 12 تاش ما فراموش کردگیم، یک تاش به یاد دارم. گفت چی کار کردی یک تاش؟ گفت یک روز حولیم در آمدم، در پیش عالم یک دختر زیباک 5-6 ساله دختر زیبا دور میزد در حولیم. گفتم که عالم که این کی است؟ من عالم گفت که این دختر من است، من از تو این را پنهان کردم تا اینکه در آخر حیات من دست و پای ما را بشود، ما را طعام تیار بکند. میگن شرکیات من، میگن مرد جاهلی من غضبم یعنی در دل جوش زد، عالم فریب کردم. گفتم که سر دهش بشو، سر دهش خوشبوی کن، من خانی خیش تبار تویش میبرم. از دست دخترم گرفتم، عالم دست دختر ما در دست ما داد. گفت مردک جان دختر به سلامت بیار، در دست ما بسپار. وقتی که دخترک میدید من که میگفتم که دختر ما دوست میدارم، دخترم فریب خورد که پدرم مرا دوست میدارد، پیشم دور میزد. در کوچه که برا آمدیم به سوی کوه روانه شدیم. یک خانه 2 خانه دخترچه میگفت که دادا جان پدر جان توی میبری مرا؟ میگفتم که بله، لکن دلم زبانم دیگه بود و دل من دیگر بود. میگفتم که دخترم تو را چیکار میکنم؟ توی میبرم. آخرا خانه که تمام شد دخترم با عقل بود، فهمید که مرا کشتنی میبرد پدرم. در پیش پای ما افتید، گفت که پدر جان نو پیشتر گفته بودی که من تو را دوست میدارم، مرا کجا میبری تو؟ نعوذ بالله. ای دستش کشید و میگه ای دستش کشیدم کشک کرد. دخترم میگفت آوازی بلند کردی دادا جان پدر جان نه مرا میگفتی که دوست میدارم، ترا دوست میدارم، تو فریب میکردی. در غار پرتافتم، آوازش در گوشم میآمد که پدر جان تو دروغ گفتی مرا دوست میداری. رسول اکرم علی خیلی مردم تربیت کرد. الله اکبر. امروز چرا ما برادران ما تربیت کردن نمیتوانیم که ما دعوای مسلمانی میکنیم؟ رسول اکرم خیلی مردم تربیت کرد، ما لکن برادر ما تربیت کردن نمیتوانیم. برای این سبب محمد رسول الله است. اکثر صحابه از رفتار رسول اکرم امام می آوردن. حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه میگه که با همراه جناب رسول اکرم راه می رفتم.
یک عربی آمد از کشتن پیغمبر خدا کشید، نگاه میکردم گردن رسول اکرم، میگه نشانه شیرازی چادر رسول اکرم در گردنش نمایان بود، در گردنش سرخشیده بود. رسول اکرم رو نگاه میکردم چیکار میکرد، بعد کشید. او عربی میگو که حقی مرا بوده. پیغمبر خدا گفت که تو مرا در من علم ساختی، علم دادی. پیغمبر خدا گفت که من تو را قصاص میگیرم. او عربی چی میگفت؟ ای محمد تو آدمی بد نیستی، تو در بدن بد کاری نیک میکنی. عربی رسول اکرم میدونست، لکن اون مردی که دخترش پرت رسول اکرم آب چشم چی گفت که تو ایره در حالت شرک کردی، اگر در حالت اسلام کردی من تو را سنگسار کرده میکشتم. برای این سبب جوانان عزیز، محمد رسول الله است. امروز سنت جناب رسول اکرم در بین ما مردم قدر ندارد. بعضی مولا مردم میگه که رسول اکرم گفته است، در پیش این قدر ندارد، میگه که من قبولش ندارم. نعوذ بالله، ضد سنت رسول اکرم. والله قسم به نام الله روز قیامت همین انسانی که ضد سنت رسول اکرم میروید از شفاعت رسول اکرم محروم است. الله سبحانه و تعالی میگه فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب علیم. الله سبحانه و تعالی میگه که بندگان من شما بترسید از مخالفت کردن با حبیب من، امر رسول مرا شما مخالفت نکنید، یا در شرک میمونید یا در عذاب سخت گرفتار میشوید. امروز نعوذ بالله بعضی‌ها عیب نداشته، شر نداشته، میگه سنت رسول اکرم فتنه میشه. نه والله تو خودت فتنه هستی، فتنه تو هستی که مردم از راه سنت باز میداری. سنت رسول اکرم فتنه نمیشود. من با آواز بلند میگم، من شاهد هستم، من در روز قیامت گواهی میتونم برای مردمی که ضد سنت رسول اکرم آمدن. من میگم یا رسول الله این مردم ضد سنت رسول تو آمدن، ضد سنت تو. خداوند جل و علا ما را از در چند جای قرآن خداوند میگه و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. ای بندگان من، هر امری که حبیب من برای شما کرده است شما بگیرید و هر نهی کرده است شما نگیرید. در دیگر جای قرآن و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. محمد از پیش خواهش نفس خودش گپ نمیزند، محمد از جانب الله گپ میزند. نیم که امروز برای سنت بزرگان خون جگر کردن، خون جگر خشانه کردن. امام بخاری خواب نکرد، در 16 سال صحیح بخاری نوشت. امروز در بین ما و شما حدیث بخاری قدر ندارد. امام مسلم خون جگر خورد. بزرگایی که در راه دین خدمت کردن اونها خون جگر کردن. نیم که تو به انصاف، ای به انصاف تو در روی کرپچه هستی، تو زید نبر عقل قبولش کن. تو همون نگو که این نادرست است و این سنت جناب رسول اکرم است. همون قدر انصاف بگو که این همین سنت رسول اکرم است، زید نبرام. تو امید نداری که فقط قطعی رسول اکرم تو رو پرو نمیشوی؟ تو برای 2 روزه دنیا تو از شفاعت رسول اکرم محروم میشی؟ اینا بدانید جوانان عزیز، هر کسی که زید سنت رسول اکرم میبراید او آقی جناب رسول اکرم است، از شفاعت رسول اکرم محروم است. این برای یگان کس فرقیت ندارد که کدام گروه انسانی باشد. الله سبحانه و تعالی چه میگه؟ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. الله سبحانه و تعالی میگه بندگان من برای شما پیشوا فرستادم، محمد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. شما اگر بخواهید که الله سبحانه و تعالی شما را دوست بدارد راهی وی را پیش بگیرید. اگر کسی امید دارد که از رحمت الله، از شفاعت رسول اکرم، راه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بگیرید. امروز متاسفانه بعضی کسانی دعوا میکنند که من حنفی مذهب هستم. دروغ میگه، حنفی نیست. امام اعظم رحمت الله علیه در سخن زیباش در آخر عمر چی میگفت؟ اذا صح الحدیث فهو مذهبی. حدیث صحیح افتاد همون مذهبی من است. در دیگر جاش میگه که اذا خالف حدیث الحدیث صحیح فاضربوه علی جدار. اگر سخن من با سخن پیغمبر خدا زید آمد، سخن من در دیوار بزنید. این سخنانی زیبای حضرت امام اعظم رحمت الله علیه است. اکثر امروزه که دعوا میکنند که من حنفی هستم، ان شاء الله امام اعظم از رنگ گوری بیزار است. ان شاء الله در روز قیامت میگه گم شو، تو پیروی من هستی، من از تو بیزار بودم، تو از پیش خود هر چی میگفتی، تو راه مرا نمیدونستی. امروز کسانی که دعوا میکنند که من حنفی هستم، آیا امام اعظم بعد نماز 3 بار دعا کرد؟
نه نکرده بود. آیا امام اعظم روز مرده مال خورده بود؟ نخورده بود. سه بیگه خورده بود؟ نخورده بود. هفت نکرد، چیل نکرد، سال نکرد. این مذهب امام اعظم رحمت الله علیه میگن. دروغ میگن کسانی که میگن من حنفی هستم، زید امام اعظم میبراید. امام اعظم رحمت الله علیه از رنگ گوری خیلی مردم بیزار است. باید ما شما خوب درک کنیم جوانان عزیز. پیغمبر خدا را پرسیدن یا رسول الله من آلک و من اهلک کیست فرزندای تو؟ امروز بعضی ایشانا دعوا میکنند که من فرزند رسول هستم. رسول اکرم از تو و ایشانی که زیدی سنت برآمدی 100 بار بیزار است. پیغمبر خدا پرسیدن رسول الله را که یا رسول الله کیست فرزندای تو؟ گفت که فرزندای ما کسی است که یعنی کل تقی و نقی فهو عالی. هر کسی که امر الله و امر مرا با جا میارد خدا ترس است، او چی است؟ او فرزندی من است. نگفت یگان فرزندای علی فرزندی من است، بلکه کسی گفت که امر خدا و رسول با جا میارد او فرزندانی من است. برای این سبب جوانان عزیز خداوند چی میگه؟ فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب علیم. یا که در دیگر جای قرآن میگه خب فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. خداوند میگه که ای حبیب من امتی تو مسلمانی کامل شده نمیتواند، مؤمنی کامل شده نمیتواند تا اینکه تو را حاکم در بین خودشان نگردانند. وقتی که تو را حاکم گرداندن تو حکم که کردی باید دلهای ویان تنگ نشود برای سنت رسول اکرم. به مثل امروزه که بعضی بنام نعوذ بالله نمیدانم چی بگو میارن از سنت رسول اکرم دلش تنگ میشد، نمیفارشد سنت وزبینش میشد، حتی زید میبراید. نعوذ بالله این عیب است جوانان عزیز. این برادرها رو باید ما بگم که برادر تو از خدا بترس، تو شرم نمیداری که یعنی دیگر مردم پیغمبراشون قدر دوست میدارن، تو چرا پیغمبر دوست نمیداری؟ آخه یعنی سخن پیغمبری تو است کو همین که دعوا میکنه که من امت رسول اکرم هستم، همین سخن هم پیغمبر است. جوانان عزیز سنت جناب رسول اکرم فتنه نمی شود. سنت جناب رسول اکرم بلکه در بین مردم دوستی و محبت ایجاد می کند، دوستی و محبت پیدا می کند. چرا پیغمبر خدا در بین صحابه دوستی را تونست؟ از روی سخن زیباش بود. ما و شما انشاءالله انمی جوانایی که هستید ما بایدگر برادر هستیم، یکدیگر منو دوست می‌داریم. به خاطر چی؟ به خاطر سنت جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. برای همین سبب الله سبحانه و تعالی میگه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. ای بندگان خداوند شما اطاعت رسول اطاعت الله را بکنید، اطاعت رسول را بکنید و اطاعت یعنی اولی الامر سردارتان را بکنید. ما امروز اطاعت سردارا را میکنیم، انشاءالله ما قبول داریم. خب امرهایی که ضد اسلام نیست قبولش داریم 100%. یگان ما ضدیت نداریم الحمدلله العالمین. یعنی حکومت ما حکومت مستقل است، دموکراتی است، مسجد ما آباد است. خداوند سردارای ما را از این توفیق شما زیادتر کنه که یعنی مسجدها را بند نکنن. ما یگان خداوند امر کرده شما اطاعت چی را بکنید؟ اطاعت علمای سرداراتان را بکنید، اطاعت سرداراتان را بکنید. ما میکنیم الحمدلله العالمین. ما مسلمانان دوست میداریم اتفاقی را و یک جایی را. الله در دامن چی میگه؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ اگر در میان مسلمانان یگان تنازع جنجال شد فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ و رسول، به سوی کتاب به سوی سنت رسول اکرم حل میشد. یگان جو یعنی از پیش خودمان حل نکنیم. سخن الله سخن رسول امروز سخن ما اعتبار ندارد، سخن ایشان اعتبار ندارد، سخن یعنی معصوم اعتبار ندارد. سخن الله و سخن رسول دیگه یگان سخن در پیش سخن الله و رسول دیگه قدری ندارد. و چرا صحابه کرام در وقتی که یک عربی که می آمد پیش پیغمبر خدا می فرامد میگفت که یا رسول الله من امر که یگان چی؟ وقتی رسول اکرم امر میکرد همون عربی با آواز بلند چی میگفت؟ والله لا ازید نخواه علی هذا ولا انقص. قسم به نام الله از این گفتی تو زیاد هم نمیکنم و کم هم نمیکنم. امروز چی گفت است که بعضی انسان ها میگن برادر اینا پیغمبر خدا نکرده است، میگه خوب است کو نه خوب نیست برادر. تو آیا رسول اکرم را خیانتکار تو حساب میکنی؟ نعوذ بالله گویا که رسول اکرم ندانستی تو دانستی. نه برادر ارجمند، من احدث فی امرنا هذا ما لیس من فهو رد. کسی از پیش خود چی را که ایجاد میکند این قول مردود است، اعتبار ندارد.
برای این سبب الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. ای بندگان من برای شما معلم فرستادم، من برای شما پیشوا فرستادم، شما ایرا بگیرید. آیتی که در پیش خواندم محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار، محمد رسول الله است و کسانی که با همراه محمد است در یعنی بر ضد کفار شیر هستند. رحما بینهم، یکدیگر را دوست می‌دارند، دست یکدیگر را بوسه می‌کنند، یکدیگر را در بغل می‌گیرند. رحما بینهم تراهم رکع سجدا، می‌بینیشان که رکوع می‌کنند، سجود می‌کنند، خشوع می‌کنند. تراهم رکع سجدا یبتغون فضلا من الله، رضای الله را چکار می‌کنند؟ یعنی طلب می‌کنند. سیماهم، نشانشان در روحشان چی است؟ از عبادت کردنشان. سیماهم فی وجوه من اثر سجود، از جهت عبادت کردن نور دارند. فریب نبودن اونا صحابه پیغمبر خدا. افسوس، صد افسوس، امروز بعضی یعنی نعوذ بالله مردم تاجیک صدقی صحابی شود، صحابی را تنقید میکنن. نعوذ بالله. جوانان عزیز، زبانی کسی خصوصا که صحابه پیغمبر خدا تنقید کند، پیغمبر خدا راضی نیست که شاگردای وی را کسی تنقید بکند. خداوند چی میگه؟ سیماهم فی وجوههم من اثر سجود ذلک مثلهم فی التورات. این صفات را الله در تورات هم گفته است، در انجیل هم گفته است. کزرع اخرج شطأه، مثل زراعتی که میرارد نودهاش، فاستغلظ فاستوى، نودهاش مستحکم میشد. یعجب الزراع، صاحب زراعتکار خرسند میشود. الله سبحانه و تعالی پیغمبر خدا را به زراعتکار تشبیه داده است، صحابه را به زراعت زیبا. یعنی پیغمبر خدا صحابه کم بودند، اونها را تربیت کرد، اونها را به وای رساند. پیغمبر خدا از شاگرداش راضی بود، الله از صحابه پیغمبر راضی بود. جناب رسول اکرم میگه لا تسبوا اصحابی، ای بندگان خدا شما اصحاب مرا دشمن ندید. لو ان احدکم انفق مثل جبل احد ذهبا، اگر یکی از شما و مثل کوه احد اگر طلا صدقات بکند، ما بلغ مد احدهم ولا نصفه، اندک صدقات صحابه ده برابر شده نمیتوانید. کار شما و صحابه برابر شده نمیتوانید. برای این سبب جوانان عزیز، خداوند ما و شما را دوستدار رسول الله بگرداند، دوستدار صحابه کرام بگرداند، دوستدار سنت جناب رسول اکرم بگرداند. برای این سبب همین قدر ما آرزو میکنم جوانان عزیز، من برای شما خطاب میکنم که شما دوست بدار سنت رسول اکرم را، با وجود که رفع یدین هم که نکردی حدیثاش قبول بکن، آمین هم که بلند نگفتی حدیثاش قبول بکن. یعنی همینا سنت جناب رسول اکرم است. زید نبرو، خود در پیش پیغمبر خدا بدنام نکن، بر ضد سخن رسول اکرم نبرو. دروغ نگو که این حدیثا منسوخ شده گفته، دروغ میگی، این حدیثا منسوخ نیست، همش حدیثای صحیح هستند. از روی انصاف یک بار نظر بکن، حدیثای باب صحیح بخاری، باب آمینه بلند گفتن، رفع یدین کردن، مسلم و ترمذی همش هست. آخر ما از روی انصاف اگر بکنیم در صحیح سته، من حنفی مذهب هستم، آمینه پس میگم بلند نمیگم، لکن در یگان صحیح سته باب نداره که آمینه پس گفتن. بچه مزیق شم زیق نمیشم، من آمینه پس میگم با وجود که یک حدیث شعبه روایت کرده است. هیچ گپ نه، یکی دیگه هاشه من قبول دارم، برای که من ایمان دارم که فقط در پیش پیغمبر خدا روپرو میشم. نشم که پیغمبر خدا بگه اخسا دفشه وسط حدیثی من زید میرامدی، تو نامت مسلمان بود زیدی سخنی من میرامدی. برای سبب خداوند جل و علا همه که ما و شما را در راه سنت جناب رسول اکرم استوار بگرداند. خداوند ما و شما را محبی یعنی خودشو، محبی رسولشو، محبی صحابگان پیغمبر خدا بگرداند. خب بعضی سوالا باشه، سوالاتون رو جواب میگیم ان شاء الله، بعد در آخر یک دیگر قضیه خیر خوش بکنیم. بله، در باب ریش اگر کسی سوال بکنه، بعضی جوانان سوال میکنن که آیا مس ریش وجود دارد یا ندارد. ریش سنت جناب رسول اکرم است صلی الله علیه وسلم. خب پیغمبر خدا صلوات الله علیه امر بریش کرده است. من خواهش میکنم از کسانی که در یگان جای حکومت که کار نکنند، اگر بی‌عضو باشد ریشاشون رو بمانند. ریش سنت جناب رسول اکرم است صلی الله علیه و سلم. پیغمبر خدا یگان جا روایت صحیح نامد است که ریش یگان جا زده باشد. فقط عبدالله ابن عمر ریش از یک توتون پایانش میزد، لکن خود جناب رسول اکرم ریش نزده است. در باب ریش مس کشیدن ما یگان خیلی حدیث صحیح نداریم. حتی در مذهب امام اعظم رحمت الله علیه
باب وقایه را ببینید. اولی شرح مختصر وقایه مولا علی قاری شرح داده است. در همونجا میگه که قول اصح از امام اعظم رحمت الله علیه یعنی مسیرش ثابت نیست. در وقت شستن رو وقتی که همین خیلی آب جاری کردیم همین کفایه میکند، مسیرش وجود ندارد. خب دیدن موی دختری نامحرم چی حکم دارد؟ بله، موی زن برادر ارجمند با بدنش برابر است، بدنش هم عورت است، موی سرش هم عورت است. حتی در مختصر وقایه میگه که یک تار موی سر زن اگر چارکش بتاود نمازش درست نمی شود. باید مادران عزیز، جوانان عزیز، کدام زن دارید، کدام مقصدی کلام آیلدار هستید، زنات رو امور کلام بکشد در کوچه برآمدن. عیب است برای جوان زیبا که موی سر زن بتاود. موی سر زن که تافتد دیگه اعضاش برابر است. برای این سبب موی سر زن حکم عورت دارد. خب استاد آدمانی که سنت پیغمبر رو رد میکنن آنها چه خیلی؟ خب من چه خیلی که در صحبتم گفتم نعوذ بالله سنت جناب رسول اکرم رو زید نبرایید، قبولش کن با وجود که نمیکنی از روی انصاف نگو که این نیست اون نیست، نگو که فقط جواب میگی، فقط در پیشگاه خدا و رسول فقط جواب میگی. خب خداوند در قرآن میگه که من یطیع الرسول فقط اطاع الله، کسی اطاعت رسول کرد اطاعت الله را کرده است. سنت جناب رسول اکرم هست، حق است، باید زید سنتش نبرایی. ما میگیم که 4 مذهب اهل سنت و جماعت، مذهب ام اعظم، مذهب مالکی، شافعی و احمد بن حنبل، همین 4 تاش ما در 4 مذهب همش دوست می‌داریم. برای ما همش یک است، یگان فرقی ندارد. چرا که بعضی طلاق داد جوانای تاجیکستان 3 طلاق میکنن، مذهب مالکی قدیم یعنی حکم میبرن. چرا آمینش قبول نداری؟ چرا رفع یدینش قبول نداری؟ همش یک است برادر ارجمند. سنت است، دیگر نمیشه. ما حنفی مذهبا که رفع یدین نمیکنیم. کسی اگر کرد حدیث صحیح است، کارت نباشد، سنت رسول اکرم است. یگان جای گناه نیست. جوانان عزیز رفع یدین میکنی بکن، آمین برن میکنی بکن، فقط کار اختیار بکن. ما شما یگان کس کار نداریم، یعنی یگان کس تحقیر نمیکنیم. اگر کسی کرد خوب نمیکند او را ما مجبور کرده نمیتوانیم. فقط سنت رسول اکرم ما قبول میسازیم. لکن کسانی که زید میبرایند در مسجدها که با آواز بلند میگن که ها اینوته، فقط جواب میگن از خدا بترسن، فقط از وظیفه میرن درست پس، فقط چی جواب میگن در پیشگاه خداوند؟ بسیار کاری بد است. خب آیا بدعت حسنه می شود؟ جوانان عزیز نام بدعت چه با حسنه می شود است؟ بدعت آیا حسنه می شود است؟ این گپا دروغ است. یگان خیلی بدعت حسنه می شود. بدعت حسنه می شود. نعوذ بالله. در یکی از فتواها میگه که بعد همون اگر کسی عالم باشد بپرسیشه فإن کل بدعت ضلاله، لفظ کل تخصیص ندارد، مخصص ندارد، کل عام است. همه بدعت چی است؟ همش بدعت است. یگان خیلی حسن ندارد. این گپا یگان اساسی ندارد که فلانی تقسیم کرده است. همون کتابا را ما دیدم، لکن یگان تاش دلیل ندارد که بدعت حسنه شود. بدعت حسنه شده نمیتواند. جوانان عزیز در فتوا میگه که کسی که کار بدعت میکند و میگه این کار خوب است، گویا که جناب رسول اکرم گویا که شریعت کامل نکرده است، گویا که این کامل کرده است. این فهمید و رسول اکرم گویا نفهمید. عیب است جوانان عزیز، این کار را نکنید. خب استاد عزیز حال آدمانی که به نزد فالبین یا سحرگر میره چه خیر است؟ جوانان عزیز در قانون اسلام ما فال دیدن حرام است. علم غیب الله خودش میداند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و علالم در آخر سوره لقمان باشد ان الله عنده علم الساعه و ينزل الغیث و یعلم ما فی الارحام و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا و ما تدری نفس بأی ارض تموت. یعنی الله خودش علم غیب میداند، فالبینان نمیدانند. کسی اگر رفته باور کند از دین میبراید، زنش نکاش بریده میشد. فالبین دروغ است. بعضی ها دروغ میگن، یعنی اونها را باور نکنید که اونها بیچاره اگر بدانند رفته یک جا کان طلا میکوبند. این گپ دروغ است. شما فروخته نشید. استاد عزیز در ماه رمضان خوراک پخته فروختن چه حکم دارد؟ جوانان عزیز از خدا بترسیم. خداوند جل و علا میگه که
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات. خداوند رمضان فرض گردونده است برای مسلمانان. عیب است برای مردی که خواب طعام میپزه در روز مردم میتید. خواب طعام در وقت نماز عصر شروع کن، شام در تیار بکن، بعد شام یگان مهمان که بخورد ثواب میگیری. لکن اگر در روز دادی بودا که حالت بد است، نعوذ بالله زیر قانون الله برآمدی، پگه خداوند چقدر تر در عذاب گرفتار میسازد. این گناه تا چقدر پگه جواب میگی. این بسیار گناه سخت است که زیر قانون الله میگه که فمن شهد منکم الشهر فلیصم. شما که اگر به شرطی که ماه رمضان که آمد تو روزه بگی. چقدر زیدی گفته الله میبرایی. بسیار این سخت است که تو دلیری کردن یعنی حکم الله رو پایمال کردن زیدی سخن الله برآمدی. این را بدان که رسوا میشید، پس میشید، کوری میشید، پگه دیگه هیچ سود ندارد. فراموش نکنیم قمچین خدا صدا ندارد، هرگاه که زند دوا ندارد. با خداوند یک بلا را گرفتارت میکنن، بعد میگه همه چی شد؟ بعد به یاد بیار که چی شد. سوال: آیا بحث امام اعظم درباره رفع یدین با امام اوزاعی صحیح است؟ جوانان عزیز، یکی از مسائلی که امروز از منبرها بسیار با آواز بلند بعضی خطیبا میگن که امام اعظم با امام اوزاعی بحث کرد، این دروغ است، یگان اساسی ندارد. دروغ است. امام اعظم رحمت الله علیه با امام اوزاعی در یگان جا بحث کردگی نیست. مرحمت کتابا رو ببینن، با وجودی که فتح القدیر خدا رحمتش کنه محقق بود همه قصه را کرد است، لکن در تخریجش میگه دروغ است، یگان اساسی نداره. حتی در کتاب امام بخاری 122 حدیث در باب رفع یدین کتاب دارد. در همونجا در تخریج نویسیده که امام اعظم رحمت الله علیه قطع امام اوزاعی یگان خیلی بحث نکرده است. ملا علی قاری حنفی در موضوعات کبراش تمام احادیثی که منع رفع یدین است همش کلش باطل است، یگانش صحیح نیست. شما را خوب درک کنید که بحث امام اعظم با امام اوزاعی اساسی ندارد، این گپا دروغ است. و او حدیثی که میگن که گویا که پیغمبر خدا گفته باشد شما با مثل دوم اسب خودتان چی نکنید، این حدیث مکذوب است. در یگان حدیث صحیح صحیح سیته آمدگی نیست، دروغ است، ایشم اساسی ندارد. خب بله، استاد محترم در مذهب امام اعظم در صف کتف و کتف پای به پای چسبانیدن درست است؟ بله جوانان عزیز، در مذهب امام اعظم رحمت الله علیه در کتاب فتح القدیر بهترین کتاب حنفی ما و شماست، میگه که در کتاب صلات در باب صف حدیث بخاری را میارد، کتف به کتف چسباندن، پا را در پا چسباندن سنت جناب رسول اکرم است. مرحمت فتح القدیر رو ببینن. فتح القدیر کتاب صلات است. برای این سبب از خدا شرم دارید کسایی که میگن که گپا دروغ است، فقط جواب میگن. مرحمت اگر کتاب فتح القدیر نداشته باشن رفته از یگان کتابخانه ببینن، شکایت ببینن، همش همونجا هست. خب آیا قبر مردگان رو وسیله کرده میشد یا نمیشود؟ جوانان عزیز، در باب وسیله ما برای شما آشکار میگم سه خیل وسیله میشه. وسیله سه خیل میشه، بغیر همین سه خیل وسیله دیگه یگان خیل وسیله درست میشه. اگر ما شما کسی چی میگه مرحمت دلیل بیارد، لکن دلیلاش همون دلیلی که میارد او را ما بر وقت الحمدلله پیشتر دیگه هستم. سه خیل وسیله میشه. یکمش همین که با اسماء الحسنا الله سبحانه و تعالی میگه که ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها، به نام الله وسیله بکن. یا رحیم ارحمنی، ای رحیم من رحم بکن. اسماء الحسنا. دویمش با عمل صالح خودت عمل صالح بگو خداوندا به همین عظمت صالح عملم مرا چیکار کن، مرا بخش، مرا هدایت بکن. سومش یک شخص زنده در حق دعا میکند. دیگه یگان خیل وسیله درست نیست، نه مرده کدی وسیله درست میشد، نه یگان خیل. این گپامش دروغ است. در حدیث صحیح بخاری آمده است حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه یک صحابی در آمد گفت که عمر سال به بارش دست دعا کن. حضرت عباس گفت اجل بخیز، تو دعا بکن. وقتی که پیغمبر زنده بود وای دعا میکرد، امروز تو دعا بکن. حضرت عباس دعا کرد، حضرت عمر آمین گفتند. پیش قبر پیغمبر نرفتن بگن که به حرمت ته پیغمبر دعا بکن. این گپا دروغ میگن، دروغ است. یگان خیل وسیله به مردگان درست نمیشود. آیاتو نبرده. خب
یک برادر گفته است که استاد گرامی پیش خانه فالبین در بگذرم و لعنت فرستیم آیا گناهگار میشم؟ جوانان عزیز، خب فالبین از دین برآمدگی از خودش مسلمان نیست. در حق کافر لعنت درست است، لکن در حق مسلمان لعنت نادرست است. لعنت بسیار کاری بد است. از لعنت باید ما شما زبان ها را احتیاط بکنیم. حتی در حدیث صحیح بخاری حمار گفتنی یک صحابی لقب داشت، عرق نوشیده بود، پیغمبر خدا حکمش کرد دورش زدن. بعد و یک صحابی گفت که خدا لعنت کنه حمار، گفت همین کار کرد. پیغمبر خدا با یک غمگینی گفت که لا تلعنه فانه يحب الله و رسوله، لعنتش نکن و دوست می‌دارد خدا و رسولش دوست می‌دارد. برای مثل فالبین از دین اگر توبه نکند مسلمان نشه، ای فالبین بس نکند او نه نکاح دارد نه چیزی ندارد. دروغ است. فالبین مردم به علم غیب نعوذ بالله میگه من علم غیب میدونم کافر میشد، بس اهل سنت و جماعت از دین میبراید. اون که بدبخت میشن. بله یگان انسان مسلمان نه در حق مسلمان میگم خدا هدایتش کنه. آدم بی‌نمازه. خب این بحث چی درگه است؟ خب رمضان چرا ارزان کنید؟ چه خیلی ثواب داره. بله جوانان عزیز، اکثر شما تاجر هستید. در ماه مبارک رمضان ما سال گذشته در حج عمره بودیم، در مکه و مدینه بودیم. وقتی که ما لباسامون میشوشتن 2 ریال بود، 2 ریال. وقتی که رمضان گذشت 15 ریال شد. در رمضان کرتی مرا میشوشتن 2 ریال بود. وقتی که رمضان گذشت همین کرته ها 15 ریال شد. یعنی در رمضان چند مراتبه ارزان میکردن. اینا ببینید یک کرته شوش چند مراتبه. ما شما حرکت بکنیم با مثل بعضی برادرها خیانت نکنیم که در رمضان زیاد فروشیم، برکت نمیابیم. ارزان که ان شاء الله خدا برکت میده. داملای محترم به توی کمسمالی که به آشش دعوت شده است رفته میشه یا نه؟ برادر من توی کمسمالی فراموش نکنید. یعنی با وجود که اکثر جوانان ما و شما توی کمسمالی میکنن فتنه میپوشونن، ما را کافر نمیگیم، لکن گناه کلان است. اگر ما بتونیم رفته نصیحت کنیم بریم، لکن اگر نصیحت کنیم نتونیم سرگردان باشیم نرفت در اونجا اشتراک نکنیم. لکن همینا را ما اگر با شرطی که خب ما حکم به کفر کرده نمیتوانیم، اینا گناه کلان کرده است، فقط در پیشگاه خدا جواب میگن. فهمیدیم؟ یعنی به گناه کبیره ما حکم به کفر کرده نمیتوانیم. برای خدا هدایتشان کند. یعنی جوانان خداوند در راه راست هدایت کند که فتنه پوشانند که عیب نمیدونه که نعوذ بالله 300 کسی میگه که مرحمت فلان رستوران بیا که تو بدن زنی مرا تماشا کن. اگر نه من خفه میشم. و شعر می نویسن التماس اگر نامدی من خفه. او یک بار یک جوان قصه میکرد. یک جوان قصه میکرد که من یک رفیقم همسیفم همکورسم فلان رستوران دعوت کرد. من شرم داشتم اونجا عرق نوشی بود، جای رقص و بازی مرد زن بیگانه بود. من نرفتم. 3 روز پس خانه‌شون رفتم. عروسش در حولیشون حولی میرفت. پدری شه هست، شم همونجا است. و برآوردم 20 سامان در پیش پدری شه ماندم و گفتم که کینو تبیاری تماشا کنیم میخیزم. پدری شه حیران شد تو چه بچه چی میگی تو اینقدر تو مرا تحقیر کردی؟ بابا بنی 300 400 کس بود تماشا دادی ایزا نکشیدی، من یک بار گفتم بیا تماشا کنم تو زیق شدی؟ ای بس جوانان از ای بس یک خروز زنش نگاه میکنند، خروزی همسایه را پیش میکنند، ای دیوار رو سوی تو نید هم قدر ناموس نداشته باشید کنین ناموسی میمون زنش نگاه میکنه میمون. ای بس از بحر سوا ای بس سوا ای بس خداوند خیلی جوانان را غیرت دید که زنشان را برای فشان گیرند. داملای محترم درباره موسیقی 4 مذهب قدی حرام است. موسیقی 4 مذهب قدی حرام است. این گفته خداست سوره لقمان آیت 6 و حدیث رسول اکرم قدیم حرام است. این یگان جای بحث نیست. بله گوش کردن عقیده تهاوی عقیده هست امام اعظم است. اگر کسی را پرسی که الله در کجاست، اگر بگو نمیدونم از دین میبرد. الله در آسمان است. اگر بانک باید که عرش الله
کجاست بگو نمیدونم ایشم از دین میبرد عرش الله از 7 آسمان بالاتر است یعنی ما در همه عقیده هستیم الله بر بالای عرش قرار دارد دیگه خداوند دیگه را هدایت کند خوش آمدید فقط جواب بگم ما دیگه یگان عقیده قبول نداریم یک جواب برای شما میگم حضرت امام مالک رحمت الله علیه شیخ الاسلام ابن تیمیه در مجموع فتاواش گفته است استواءه معلوم بعد همین تفسیر چی را بینن صابونی را تفسیر صابونی را بینن همین هست بحثا اینو ما پیش خونو میگیم حتی محدث دهلوی در تحت لفظی قرآن هم نوشته است الله بر عرش قرار دارد در تک همین آیت نوشته است امام مالک رحمت الله گفته است استواءه معلوم و کیفیت مجهول و الایمان به واجب و السؤال عنه بدعه این سخن حضرت امام اعظم که امام مالک رحمت الله علیه خب در باب زن با زن محرم میشه نمیشه در فتوا میگه که زن عالم روش حتی در پیش زن یعنی بعد نکشوه که این رفته در هر جا قصه میکنه با وجودی که در فتوا میگه که یعنی زن یعنی از تک نافش تا تک زون است چیش سطر عورتش لکن تقوا داشته باشد حتی زنی خداترس روش در پیش زنی یعنی فاسقه و کوچگر نقشه کی رفته زیبایی را در پیشش نقل میکند این کار خوب نیست حتی نعوذ بالله جوانان عزیز تبرکی از پیغمبر خدا تبرکی بود حاضران نعوذ بالله بعضی انسان میآید چیکار میکند تبرکش بود دستش میدهد در مذهب امام اعظم رحمت الله علیه پسماندی مرد بیگانه زن بیگانه خوردنش مکروه تحریمی است یک پسماندی کدام کسا میبری در زنش میدهد عیب نمیدونی نعوذ بالله عیب است این کاراتون رو بس کنید خب داملای محترم من خودم زن حجابدار هستم شوهرم میگوید که زن مسلمه خب هستم شوهرم میگویند که زن مسلمه به شوهرش به هیچ کجا رفته نمیتواند بله اگر با شرطی که مدتی سفر باشد لکن اگر یگان کارش یگان بازار نزدیک باشه رفته میتوند به حجابش زن به محرم رفته نزدیکی باشه با کی ندارد فقط مدت سفر رفته نمیتوند اگر مثلا 70 کیلومتر یا 80 کیلومتر یا کی طرف دشم میبرد به محرم رفتنش ممکن نیست باید محرم قدر حتی حج در مذهب امام اعظم باید زن به محرم رفتنش ممکن نیست فهمیدیم خب وقتی که شوهر زنش را زد و زن به اجازت شوهر برآمده رفت چه حکم است؟ بله باید یکم است که باید زن بیهوده نزد زن باید تربیت در اسلام بکنی قرآن 3 وجه میگه زن اول باید چکار بکنی نصیحت بکنی بعد نصیحت نشه پدر و مادر ای هر طرف او را چکار کنن او را باید آماده نصیحت بکنن بعد وی اگر کمتر یعنی سختی نزنی آسته‌تر بزنه که آداب بگیرن بعد وی نشید دیگه طلاقش بکن جدا شو دیگه از زن مسلمان دیگه بگی مثل خدام داره خدام ندید همین 3 طرف بکن اگر نشید چیکار بکن طلاقش بگی از زن مسلمان بگی پوری الحمدلله زن مسلمه ما برو کوچه به کوچه بگردن سبکی شوهر شو با طالع نامه باور کردن ممکن است کدام طالع نامه همین گازیتات میروند همش دروغ است یگان اساسی نداره چون هم بیچاره نویسنده ها بخشان میل کردن یگان این از جانب الله است یک کس با آبرو کردن بله خب سبحان ربک رب العزت عما یصفون یک سوال داشتم درباره دوم جماعت در یک مسجد بله درباره دوم جماعت خدا برکتتون دهد در رد المحتار فتوای شامی ده خب فتوای حنفی ده هم بعضش مکروه گفته است بعضش اجازه داده است مجموع فتاوا مولانا عبدالحی لکنوی اجازه داده است یک حدیث دلیل کرد است که ما در مسجد نشسته بودیم یک صحابی در آمد پیغمبر خدا گفت که کی میخواد که صدقات بکنند خستن حضرت ابوبکر و الله صحابی قدیش جماعت کرد این دلیلش است که درست است لکن بعضی فتواها میگه که یک مسجد یک بار جمع دیمش مکروه است تنها خواندنش اولى است ابن مسعود رضی الله عنه وقتی که میبینم این جماعت اونش دیگه خونهشون رفته میخونه پیغمبر خدا خودش میره در خونش میخونه درباره بعد این ایزور و ابو جلال مثلا اگر یک چم قد کردن نمیدونم قد میکنه من یک شاگرد آلبانی مورد در مسکو گفت که چم قد کردن همین خطر تو بود قد نکنه
ولی یکمش که قد نکشه دیگه بهتر شدی سنت کشوفی او قد کردن حکمی چی نداره پیغمبر نکرده بله مقصد اکرام سنت از بیشتر گلو است و فهو فی نار آمدگی است نزد رسول اکرم در آتش آمده است برای مثل سنت رسول اکرم است نه این گپا این حدیث موضوع است مولا قاری خدا رحمتش که موضوعات کبرا ده هو سراج امتی گفته همین حدیث اولش میگه که فهو موضوع باتفاق المحدثین میگه که امام اعظم یعنی رحمت الله چرا اومد باشه گفته در بعضی کتابای فارسی هست این موضوع است حضرت امام که پیغمبر خدا یگان حدیث نگفته است این حدیث موضوع است مولا قاری در چی است موضوعش گفته است لكن برادر جماعه امام اعظم رحمت الله بسیار شخصیت بزرگ بود برای ما یه حدیث موضوع که باشد امام اعظم رحمت الله علیه پیروی چی بود پیروی گفته صحابه بود پیروی حدیث رسول اکرم بود امام ابو یوسف میگفت که ابو یوسف سخنای من ننویس امروز ما یک گپ میگم فقط از گپ میگم حدیث هر کی دیدم از گپ میگم امام اعظم رحمت الله علیه شخصیت خیلی بزرگ بودن عقیده زیبا داشتن امروزه بعضی ماها دروغ میگن که من پیرو امام اعظم گفتم میبینیم که امام اعظم دیگه عقیده دارد این بیچاره دیگه عقیده دارد خب ما کنه ممکن آیات قرآن باشه یا همین تومار در رد المحتول اجازه داده است لکن تومار اجازه نیست بچه تومار من است از خدا طلب کن دو رکعت از خدا طلب کن بعضی انسان‌ها تومار میبندن و بعد نعوذ بالله به نزدیک یک کس پیش ما اومد که باید دوباره تومار ده گفتم بچه من تومار نمیتونم و چرا تومار نمیتونی گفتم ما یا چی میدونم کارات اگر خدا بود کنن میگیم من تومار با دوملا کرد میشه الله نمیگه از من میبینه تومار میبینی نعوذ بالله گپ دروغ است برای از الله طلب کن با امید نه تومار شو چی از خدا طلب کن خب نماز تراویح خب این چهار ما و شما به حال خودش میگه گفتم کنه در این باره گپ زدیم صلات تراویح بله در باب نماز تراویح که باشد در باب 8 رکعته و 20 رکعته و 36 رکعته آمده است لکن بهترش همون حدیث بخاری 8 رکعته است فتح القدیر حدیث 20 رکعته را منکر گفته است با بعضی روایت‌ها که آورده است رسانده است خیلی ما یگان زید نیستیم ما خودم الحمدلله العالمین خب کسی 20 رکعته میخونم زید نیستم کسی 8 رکعته میخوند من زید نیستم اگر کسی مرا پرسه خب این سنت قوی ترش همین 8 رکعته است خونه ده خونیم چی اگر فرض در مسجد خونم فرض گفتن آمده کدی بعضی اگر در خونه خونی باکی ندارد لکن ما و شما زید نمیبریم یک چیز فراموش نکنید این شرط نیست که تو 4 رکعت بخونی تو نماز خون 8 رکعت بخون تو آهسته خون لکن اگر 20 رکعت میخونی در 20 مینوت این نماز نمیشه این نماز نیست الله تعالی گفته نمیشه یک دیگه جمله نماز شام بله من همین در تاجیکستان وقتی که تیز قضا میشد میگفتن لیکن در مسکو دیدیم که تو وقتی خفته نخوندن میشد نماز شام 1 ساعت وقت داره فراموش نکنید از وقتی 7 تا 6 تا 1 ساعت وقتی شام میشه سنت در مسجد خوندن نه مکروه نیست اولاد در خانه خواندن است لکن کسی در مسجد هم بخونه باکی ندارد پیغمبر گرامی اسلام میگه که لا تجعلوا بیوتکم مقابر شما خانه‌هاتون رو با مثل قبرستان مگردونید یعنی سنت رو در خانه خوندید اولاش همین فتوای حنفی هدایت میگه که نفلا را سنت ها خوبش در منزل خوندن خوب است همین فتوا فقه حنفی میگه دیدن لکن کسی در مسجد هم که بخواند فرض خواندن تسبیح ها را بگوید تسبیح ها را بعدی فرض تسبیح ها را میگه خودش بعد بخیر سنت بخونه دونلو یک اگر مسجدی که در آن در صحنهش باشه طرف قبله هم نباشه قبر باشه در صحنهش طرف قبله هم نباشه همون صحنهش در یکی صحنهش وقتی که جماعت بسیار میشه همونجا هم نماز میخونه بله همون کسانی که از قفای قبر میشه نمازشون درست نمیشه پیشانگیش میشه او کسانی از قفای قبر هستن نمیشه نماز لیکن همین مکروهیت دارد همون که قفا بوده که قبر درست نمیشه در باب نماز ویتر من شما از فتوای حنفی مجموع فتاوا مولانا عبدالحی لکنوی میگم 3 طریق داره ویتر واجب فراموش نکنید بعضی فتوای حنفی را امام اعظم رحمت الله علیه بعضی پیرواش لکن شما فراموش نکنید بعضی شارح‌های هدایت شریف شرط دادن که پیغمبر خدا گویا چی کرده باشد از یه رکعت نه کرده باشد خود مولا علی قاری اینو من از پیش گرد نمیزنم مولا علی قاری میگه که اکثر شراح هدایت محدث نیستند گپای رو قدر اعتبار ندارد 1 رکعت هم ویتر میشه 3 رکعت هم میشه 5 تا میشه 7 تا میشه 9 تا میشه ویتر لکن ویتر 3 طریق دارد یکمش همین که 3 رکعت به قضا کردن با یک سلام دویم صورتش
دو رکعت میخونی سلام میکنی با کسی رکعت دیگه میخونی سومش طریق ما لکن مجموع فتاوا میگه که از همه ضعیفش همین طریق ما خوندن است از همه ضعیفش مجموع فتاوا میگه مولانا عبدالحی لکنوی در فتواش نوشته است دوم سه رکعت اگر تشهد به دوم رکعت میخونیم میشینی کو بله میتونه تشهد نشینی سوم رکعت باشین بله میشه چرا نمیشه و درباره ماسی جورو گام بزنید دوم بله یک برادر گفته است که من پول زیادی افتم خب برادر همون در هر جا معرفی چی میکنی اشکار میکنی که من پولی افتم عددش نمیگی یگان کس که آمد اگر عددش گفت میتیشه با پولش بود اونم مثلا این قصه سوما بود این $1 بود این خیلی که من $1 یافتم گفت اشکار نمیکنی من پولی یافتم مقدار پولی یافتم خب انا اگر صاحبش آمد که برادر این همه پول است خب این همه قدر دلار است همه قدر سومونی است راست اومد میتیشه خدا برکت میتید لکن اگر که نیافتد بعد در کم بغل باشی استفادهش میبری اگر خودت باشی یگان کم بغل نمیتی لکن صاحبش آمد با عداش میکنی ماسی جورو اسلام به مسجدن دادن بله یگان مدرسه و یگان طالبان دارد ماسی جورو خب در این باره الحمدلله نه یک چیزه بله آن وقتی که پرسیدم یک عالمه گفت که من گفتم اگر دریدگی باشد چه همون نسکی گفت که دلیل ندارد این چیز همین چیز من حیران موندم نسکی های این زمانات نمیشد میگن نسکی روح سیستم نه میشد اگه مقصد که این مرحله در همون دست گفتگی است مرحله این پرسه تمام شیخ عرب پرسه از قفای مقتدی تو کنه میشن از قفای مسبوق نمیشه مقتدی بله همون مسبوق میشه شما نمیفهمید مسبوق کی است مسبوق همون کسی است که آمده امام قد اقتدا کردی دو رکعت خوند و سلام داد خود خیست اجاز همین مسبوق میگن در فوق نماز شما آمده از قفای اقتدا کردن نمیتونید برای چی نمیتونید توبی از خودش توبی کسی در توبی نمیشه فهمیدیم خب سفر و سنت خانه حدیث آمده خب خدا برکتون تید ماشاءالله در مذهب امام اعظم رحمت الله علیه فتح القدیر حضرت مثال میاره حضرت عبدالله ابن عمر 6 ماه میگه در آذربایجان ایستادم بغیر فرض یگان خیلی سنت نخوندم در مذهب اعظم سنت ها ساقط است فهمیدیم مرحمت فتح القدیر رو بکنید فجر و مغرب هم نمیخونم در سفر جمع صلاتین درست است باکی نبود پیشین قطعی عصر میتونه که در وقتی پیشین خونه در وقتی عصر خونید شما قطعی خفتن در وقتی خونه در وقتی شام سنتش فجر که دی مغرب میخونم سنت بعضی نداره که حضرت اکثر قول اسلام که یگان خیلی سنت نمیخونن دوملا وقتش پیش خونه هم میشه عصر پیش میاریم درست است یک عصر در باب مسافرت چند کیلومتر اگر اساسا در حدیثا یگان خیلی مسافش نامده است لکن فتوا آمده است که 78 کیلومتر قول مفتوحی 78 کیلومتر 80 کیلومتر از این 70 کیلومتر بس شما میتونید که قصر کنید از 70 کیلومتر اون طرف شما میتونید قصر کنید فهمیدیم؟ بله خب یک سوال دیگر جوانو کردین بعضی جوانو هم نماز میخوندن هستن هم با تلفن دخترها قدی گپ میزنن الله سبحانه و تعالی میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر خب جوانان یورات به خدا شما را برکت دهد وقتی که شما که مسلمان حقیقی و از قفای شما یگان کس تنقید نکنند که فلانی من این خوشه شیخ میگیرد و با قریب دخترها گپ میزنند شریعت مسخره نکن این الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر نماز باید آدم نماز میخوندگی را از کار فسق باز کشد این با تلفن قبضن زنا است با دختر بیگانه تلفن حرام است یا که تلویزیون اکثر گناهایی که با وجود میاد از روی تلفن میاد دختر خانشی قد یک جوانی نعوذ بالله نابکار تلفن میکند یک بار دو بار بس میبینید دو هفته پس یک جواب میخرند نعوذ بالله فریبش میکنه که من توی میگیرم یا زیناش میکند و میخواد راستی گرفته میره تمام فریب دروغ والله این بچه‌ای که شخصایی که از زنش خاطرش نیست یا خونانگیش نماز نمیخوند و پیش میگذره ریشش هم نیست نمیشه درست نمیشه شخصی باید با تقوا آخه عیب نیست که من چقدر نماز پیش میدارم که آیلی ما بی سطر باشه
این عیب است. این کارو من چندین بار در دیگر برادران گفتگی است. بله اگر به شرطی که در رمضان در تراویح درآید، در نماز فرض نداره تراویح درآید. در هر مسجد هم در رمضان ختم می‌کنه. خب دونلو یک سوالی بلند گپ زنید کو. اگر چندی که حافظ نباشدم قاری باشدم خونده تواند قرآن. بله میتونه وقتی تراویح قرآن به دست گرفت خواند نمیتونه. بله میتوند. مذهبی امام اعظم دیگر مذاهب جمهور اجازه میدهد که از این قرآن ختم شود. دلیلش همین است که عایشه مادرمان زکام گفتنی شوچی داشت، شاگرد داشت، غلام داشت، از این قرآن میکرد. تلاوت قرآن بعد از نماز خب یک کس پرسیده است که یک کس عرق نوشیده داخل مسجد شده است. نعوذ بالله. مسجد جای مستان نیست، مسجد جای هوشیارا است. او را دستش خوب گرفته یک پاره در مست باشه و اوستر بردن که مست مردم نعوذ بالله تر میکنند همه چی را. یعنی جای نمازهای مسجد تر نکنه همه جزیر شود. نعوذ بالله. عیب است مردم ها چقدر. خب بعد نماز تلاوت نیست، سه دعا هم نیست، یکم دلیل نداره. دامون بازی کامپیوتر اکو کوسنه کامپیوتر تی میخرن و میفروشن همون مشکل. بله درست است. کامپیوتر اگر با شرطی که دانستن برای دانستن آخی ما را منع کرده شریعت که ما پیشرفت کنیم. واقعا پولکی بود. پولکی قمار باشه حرام است. هر چی که قمار باشه حرام است. حرام پول بیشتر باید میاد بارا. که در این محله روزی لازم است. جنازه به طور میبیاد دیگه وقت نمیبیاد. نه درست است. درکش دعا کنید خدای بیاد شما. درکش دعا کنید انشاءالله. مقصد کلام ما شما سخت نرید. همه رو به خوبی گیم که بابی داملو آخی بلای نفس بیایی بلای بندت بیاد. انشاءالله. یک سوال آخیر را دید دعا میکنید. دونلو لبای کو گپ زنی سوال دونلو آقشتی مسبوق نماز خونده نمیشه سید کو نمیشه. اكو میگوید که نمیدونید که من مسبوق را کیه بعد اثر میخونم. نه انت اومدید بعضی همین خیلی واقع شده بوده سنت خونده توجیهی گفته سمجم و بعد نماز اون میگه که من مسبوق هستم شما اثر خونید. میخیزه سر میخونم. اگر سنت خونده سنت هم باشه میگه اثر خون. اونا شیعه برادر گفته نشن. خب در باب شیعه هم و شیعه رو برادر گفته نمیتوانید. شیعه برادری ما نیستن. 4 مذهب شیعه رو برادر نمیخونن. کسی اگر شیعه رو برادر بخونه او برادری من نیست. آشکار الحمد حاضرش در زنده است و من شیعه رو برادر خونده نمیتوانم. فوتبال تماشا کردن درست است به شرطی که وقتی بسیار نرود. کینای اگر باشد، اگر کینایی که نیش نباشد زنکا یعنی برای زندگی تجربه باشد میشد. خب سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. خداوند همه که ما و شما را پیروی قرآن و حدیث بگرداند و خداوند ما و شما را در روز قیامت از شفاعت حبیبش نصیب و روزی بگرداند. خب خداوند ما و شما را پروردگار یعنی جمهوری ما را تینجی امانی بگرداند. خداوند جل و علا همیشه ما و شما را در راه اسلام پایدار بگرداند. فرزندای ما را حافظ قرآن بگرداند. ماه مبارک رمضان مبارک بگرداند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله. خلاص با دیگر معرکه باید ما برای باز نمید خلاص فرق دارد لیکن بعضی فتوای مقبوله اینا فرقیت ندارد. در حدیث آمده این همش یک است. بسمه باشد بسمه است یک مطلوبی در سمرکند مطلوبی است اشعاریش وحابی محمد ابن عبدالوهاب کننده شرکت کندگی سلفیش اهل سلف من امام اعظم اهل سلف صحابه اهل سلف سلف پیش گذشته الله اکبر اهل سلف خوش بابا دیوان دارم تو سوفی بودی من چی بود؟ سوفی بود بعد سوال جواب میکنه چه دلیل نگفته مقصدش ایشان بر رسول بود رسول یعنی سلام علیکم جواب میدم
شیعه کی سلام علیک جویز نور کی شیعه عقیده ولی نه چیکار ولی مسئله کلام او قدیمو سلام علیک میکنیم و دعوت میکنیم از تو متاسفم سلام علیک اشکال ندی روشن مادر و زونه نبی شنو کنسول سلام گرفتی تو ها میدونی که بینمود عرب بود همین زید وای الله السلام علیکم این مقصد کلام دادر جان این توجستانی ما از 20 زیادتر مرد و زنش عرق می‌نوشند اگر ایو گریزه ما کی رو دعوت کنیم السلام علیکم رفتن در کورکو برادر از خدا ترس خب حتی زن‌های توجه عرق میشن مردوش عامل پختو ما تبلیغ باید بگیم پیغمبر ما مشرکا را دعوت میکرد حتی همون یهودیه که عبدالقدوس نام داشت بالای سرش نگو که قل لا اله الا الله محمد رسول الله بعد گشت طرف پدر و مادرش نگاه کرد که اطیع ابوالقاسم پدر و مادر که اطاعت ابوالقاسم کرد بعد گفت کنده پیغمبر خدا از خرسندی رو میگه که این جنتی است باز تو مسجد نرفته بود که بودن از دنیا گذشت خودش رسول اکرم جنازه‌اش یهودی بود پیغمبر دعوت میکرد و ما باید دعوت بکنیم هر کس باید دعوت بکنیم از مولای ما باید دعوت ما بستگی که ما لقب مولا عقل هیچ کم ندارد شما دعا کنید که خداوند هدایت کنه خداوند هدایت هیچ کم ندارد امین انشاءالله باید الله روز میشه که بخشم پشیمون میشه این حق است این سنت رسول اکرم کسی خواب مونده نمیتونه باز میگم که همین ملاهای شما چنین حنفی نیستن همین ملاهاتون همه چی هم کن نه چنین فتوا میدونن یا نه خوندگی هستن نه امام اعظم قمیش دوستن همش جمع کمکشون کم میزن لیکن دروغ میگن اینا حنفی نیستن اینا اکثرش میل به سوی شیعه دارن بله من گفتم چیکار دارم که ما شما میگیم خدا هدایتشون مسئله سر خواب و دعاگران اصحاب دلیل حدیث امام اعظم رحمت الله علیه مکروه تحریمی گفته است و کره ابو حنیفه رحمت الله علیه و کره ابو حنیفه رحمه الله و مالک لانها لم ترد عليها السنه یک وقت حدیث اومدگی نیست میگن امام اعظم این مولید یک پیغمبر خدا بغیر یک سخن میگه وقتی قبر مرده را گم میکردن میگه که استغفروا لاخیکم فانه الان يسأل برای برادرتون مغفرت خدا مغفرت کنم روز بپرسش این چی معنی داره که یک برادر مرده است در حیاتش عرق نوش بعد بالای سرش که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم ای مرده از عرق پرهیز بکن وقتی جوشانه سوره یوسف خوندیگر حدیث صحیح است اقرا علی موتاکم یاسین یعنی کسی که نزدیکی مرگش است یاسین خونه این حدیث صحیح است با وجود که نه همه حدیث فلان بعضی تصریف کردن میرن بعضیش فلان میگفتن اثر از این حدیث نیست بعضی گفتن این سخن کلام صحابی است در این همین تصریف هم ضعیف است لغات بخشیده میشن لغات بخشیده میشن اون کار لغات قرآن در یک چیز دیگه است اگر خود قرآن خوان برای قرآن رو بخواد همه چی پیش نماز بیا یک نیم ساعت پیش قرآن تلاوت کنید در مذهب امام اعظم ثواب قرآن میرسد مرده ثواب صدقات هم میرسد در مذهب شافعی ثواب قرآن نمیرسد صحیحش کدام دار میرسه یا نه همینه صحیح آورده که امام نووی کی من کس بعد از بعد از نماز اومده نیست شما چی دست از اون نه شما حساب کنید یک بار دیگه دعوت کنید بشینید